Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandim, javonoyi muhtaram, navasako va havasakoy qandi bobosh, zinda va sarbuland boshin. Hozir bobo bloge dar gijay, dar hijomai bobojon 88. Man je qaror darum یک هفته بود ایو روز جمعه تو اینو پگا جمعه میشوه شما پگا نصیب باشه خدا خواسته باشه در مسجد پراسپکت میر نماز میخونیم خب ما در همجا قرار داریم نمیدونم تو کی در اینجا ما که یک هفته بود در پیش تقوی جانم در پیش عبدالواسط خوشوقت همیو بودن اتو خوجا و همیو در لوبلینو در لوبلینو بودم در سمیلانسک سه همونجا وای اشتراک کردیم اونجا چند تا نوارو کردیم بعد اومدیم با کافه برکت اونجا در خطیب برادر مسلم خطیب خیبو چقدر سخنرانی گفتیم چقدر نوارو کردیم امروز ما در پراسپکت میر قرار دارم در هجومه 88 و حاضر اومدم خیلی کم ترک دوش کردیم بسیار جای معقول هم دوش داره هم مثال بوچکای خوب داره ولی نشون میتیم هم جاش بسیار جای کشوده جای خوشبود هوا با اجازه این برادر خاریجون سلام علیکم خوب هستی تنجی سازی درستی منم دورو معرفی که چه دورو برای چیه برای یعنی میزوجون کامیرا کو یک وای کن سلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز ان شاء الله خوبه حاجیون دورو برای عصب برای مردمگی برای خانزادگی برای بکارمندی برای خاطره خلاصه چی هم دورو که برای همین میشو پراستاتیت میگیم خانزادگی کدوم دورو انتون دورو برای پراستاتیت بیشتر بهتر خوبتر آدمایی که خطی اویداش میشه فیتنسیه چه استفاده می‌کنیم بعد شیوگیما رو بیشتر توصیه می‌کنیم برای آدمایی که ناوشهانه که ناوشهان که برای بخواش شدن برای بخواش شدن هست یا میان جواب میکنم بعد یک چیز دیگه هست که خودت رسون کنم که در همینجا یک ماه پیش همین هجوم میکردن و نامنویس میکردن برای خوراکشی و یک کسب بسیار حج رو میکردن همین حوض چیکله ان شاء الله برادری که بسیار روی خط بود چی برادر عیف خور برید ان شاء الله خیرش مختم خالص بدین اگر او خشم روزی باشن ویدیو میکنن که حقیقتا رفتم این دفعه 700 نفر روی خط میکنن امین نیمی پول در یگان یتیم خانه او که مایون خانه تو بسیار خیر میشه و نیمی پول دیگه با یک برادر دیگه حج رو میکنیم الکی تا 200 نفر جمع شده خب چند کسی دیگه جمع شد میسو وای میکنی 400 500 نفر دیگه جمع شد برای که هم حج میشه هم در یک نوار دیگه میروند در یگان یتیم خانه و مایون خانه خیر میشه این برادر فخر بودگی رفته که ان شاء الله که او برای رفتن چیز با ویدیو میکنه که همین چیز حقیقت بود خب همین بوچکوتون یک سوال برای بوچکو داشته این بوچکو رو ولی ان شاء الله برای برادرو در درون هستم میتونیم بیا خود کی بود برادر برآمدن اینجا برآمدن دوش رفتن دوش برین شما دوش رفتن خب کاریون همین یک چیزی سیستمه همین رو ما گفتنی هستیم که شما فهمیدیم که همین سیستمه که همین کو بی برادر انمی خو همین پر اصلا اون پر میته که گرمی خیلی سیستم کورشه می خب این بوشکا این پروگنراتور وقتی که او میجوشونه پروگنراتور او طرف بوشکا پدوال میکنه با جوجا علافی چیزا ضبط خوب دارن که مثلا برای عصب برای گردش خون برای نری را آروم کنن پیدا میکنن و علافش جدا در درون فیلتر درون فیلتر داره فیلتر بعد پدوال میکنه تنه این همین او همین تمپراتور او میجوشونه بوغی همین در تنه آدم میزنه نه چرز همو گیاهای شفا بخش بگیم گیاهای و چی بعد رفته بعد در تنه آدم یا همون روز ما در اومده یک بوی وای بود بوی خیلی خوشبو بود ما گفتم که یگم عادی کلون زده باشه یگم وای باشه اینم خیلی بده значит اینجا همو پروگنراتور основной چیز رول بازی میکنه همینه یا بله همینه که او میجوشونه گاشته بوختی چرز علافو شفا بخش علافو خوشبو با رفته ایس دور بوشکه و تمپراتور رو بلند میکنه خب برادران قندم در اینجا بهترین جا نگاه که بوشکاش جای کشاد جای خوب جای بر هوا من بوشکاش با خیلی طرز کاروش ما خیلی آموخته هستیم خیلی دیده هستیم اینم چی باشه انمی اینجا میشه برادرایی که میدونم تفسیر تر میشه با این چه بو تازه میگیره نه وای میگیره خب الان خیلی جا میتونه که حاضر باباتون در پراسپکت میر قرار داره شما با امر خودت تو یک مدت در همین هجومه بابا جون 88 میتونه که بیاین اینجا سلام علیکم یک روزی دل بگیم
باباتون ای نزدیک شناس شوین ای پشت اکران شناسی که باباتون چه کردم زنده و سربلند باشه با شما بود حاجی محمد بابای بلاگر در هجومت بابا جان 88 گپ دارین یگون سخن در مرحمت ما همیشه در موزید میتونیم بیایم سخن کنیم آزاد نوار کنیم سخن کنیم رزبار کنیم چیزی که میخواین من بسیار قطع شما هستم زنده و سربلند باشه برادران خاندان